سلام بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 9 آگوست است. من خیرمان بقازاده با جمع همکارانم شما را به دیدن نشر نوی مجله خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم. توجه کنید به عنوان موضوعهای برنامه. اشتباه طبیب بود یا نبود؟ چرا بیمار درگذشت؟ وزیر بهداشت تاجیکستان میگوید اتهام طبیبان در مرگ بیمار نه همیشه عادلانه است. در ادبیات‌های جهانی یگام حالت آنافیلاکتیک شوک از مواد دارویی لیدازا نیست. یک هفته بعد شروع نظام پرداخت‌های غیر نقدی دولتی، ساکنان از اینترنت سست شکایت و مقامات ناآمادگی برخی ساختارها را اعتراف می‌کنند. وزارت و اداره‌هایی که تا امروز اینفراستراکچور خود را تشکیل کردند، بیلینگ خود را ساختند، ما عموما مشکل نداریم. آب باشد بس است. در ناحیه بلجوان نیروگاه‌های برق آبی خودساخت تا 10 خانواده را با نیروی برقی ضروری تأمین می‌کنند. مثال پلتاو چیزای کانون زده نمی‌شود، یکی تلویزیون مثال روشنی هست. اشتباه طبیبان تاجیک به هنگام معالجه که باعث مرگ بیماران شده است بحث‌هایی است که ماه‌های اخیر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی زیاد صدا داده است و خبرنگاران هم امروز از رهبر طبیبان تاجیک در این زمینه نظر پرسیدند. وزیر بهداشت جمال الدین عبدالله‌زاده که موضوع را در نشست خبری شرح می‌داد، در برخی حالت‌ها تلاش کرد با تکیه به دستور و قاعده‌های طبی عمل زیردستانش را سفید کند. ولی تا کجا می‌تواند دل نزدیکان قربانیان اشتباه‌های طبیبان را تسکین دهد؟ مشکل در چیست؟ پاسخ سوال در گزارش سرویناز روح‌الله و برات یوسفی. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان تصدیق کرد که رسول حاجیف دکتری بیمارخانه یاری تعجیلی در دوشنبه در بازداشت قرار دارد. گفته می شود او را در پیوند به مرگ دخترچه 17 ساله سوینج شکورова دستگیر کردند. طبق ادعای نزدیکان شکورова گویا دخترشان از تاثیر سوزانداروی لیدازا فوتیده است، اما وزیر تندرستی این ادعا را چندان درست نمی‌داند. او مواد دارویی که دکتر تعیین کرده است، این مواد دارویی تعجیلی نه و مواد دارویی نقشوی است و میتونست که همون دارو را در یک مرکز سلامتی رفته به طور نقشوی گیرد. در حالت یعنی در ادبیات‌های جهانی یگام حالت آنافیلاکتیک شوک از مواد دارویی لیدازا نیست، در یگام ادبیات ما نخوردیم. حادثه 8 اپریل امسال روی داده بازداشت دکتر 16 می و پس از شکایت شاعره ظهورова مادر سوینج شکورova صورت گرفت. شاعره ظهورова در شبکه‌های اجتماعی نوشت که خطای پزشک سبب مرگ دخترش شده، اما در اداره‌های دولتی به دادش نمی‌رسند. دادستانی شهر دوشنبه گفت از لحظه اول قضیه را زیر نظر داشتند، ولی خلاصه سنجش تنها 16 می دسترس شد. در نیم سال اخیر در تاجیکستان ده‌ها طبیب برای خطا و جنایت‌ها به جوابگری کشیده شده‌اند. در 6 ماه سال 2023 از طرف مقامات‌های قدرتی به کارمندان سوای تندرستی 63 کارهای جنایتی از طرف 41 نفر که این نسبت به سال پیشین کمتر. حقوق ویرانکنی مأموری باشد 117، در سال گذشته 159 عدد را تشکیل میکنه. من فکر میکنم که زینه به زینه این پرابلم‌ها حل خود در ساحه تندرستی حل خود را می‌یابد. با جوابگری کشیدن طبیبان در تاجیکستان در حالی است که در گذشته بعضی از ساکنان از خطای پزشکان شکایت کردند که باعث به مرگ نزدیکان یا یک عمر معیوب گشتن آنها شده است. در اول ماه ایون امسال نیز نزدیکان شوکت خلیلوف کارگردان تاجیک طبیبان را در مرگ او گناهکار می‌دانستند. در اومدم چی شد شما میگم شوکت میگه پدر تو من چیکار کرده؟ اما پزشکان گفتند او گرفتار بیماری‌هایی بود که پس از جراحی دیگر امکان نجاتش وجود نداشت. بازداشت و با جوابگری کشیدن طبیبان در تاجیکستان در حالی است که در چند سال اخیر ده‌ها هزار پزشک از کشور رفته‌اند. جمال الدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی گفت در حال حاضر در کشور بیشتر از 2000 طبیب و 558 همشیره طب نمی‌رسند. در 6 ماه اخیر 70 طبیب و بیشتر از 300 همشیره طب به مهاجرت مهنتی رفته‌اند. بیش از یک هفته است در تاجیکستان رسما نظام پرداخت‌های غیر نقدی دولتی عمل می‌کند، ولی تجربه مشتریان علاقه نشان داده است که نه همه جریان این نظام درست و به مشکل براه مانده شده است. اکثر شکایت‌ها از اینترنتی سست است. مسئولین امانت بانک انتقال‌های پولی در صورت حساب‌های اداره‌های دولتی توسط همین مؤسسه مالی صورت می‌گیرد. ناآمادگی برخی اداره‌های دولتی را برای پررو گذاشتن به نظام پرداخت‌های آنلاینی گناهکار می‌کنند. تفصیلات در گزارش الشیر ظریفی. امانت بانک همین مبلغ همین خدمت رسانه بی پاداش، بی پول، بی درآمد عملی کرده شده است که شاید
در پی معرفی نظام پرداخت‌های غیرنقدی در تاجیکستان، سیراج‌الدین اکرامی رئیس بانک دولتی امانت بانک بعضی مشکل‌ها را در این نظام نامبر کرد. با این وجود وی بر آمادگی بانک برای انتقال آرام به این روش پرداخت تاکید کرد. بعضاً وزارت و اداره‌هایی که تا امروز اینفراستراکتور خود را تشکیل کردن، بیلینگ خود را ساختن، ما عموما مشکل نداره. من مثال هم آوردم، من برق تاجیک، کارخانه واحد دولتی آب و کاریزی، کمیته انداز و امروز مشکلی در بعض نهادهایی که تا امروز بیلینگ خودشون را نساختن. برای شهروندان خارجی استفاده از نظام پرداخت‌های غیرنقدی طلبات‌هایی داشته است. مشکلی در قبول مبلغ‌های شهروندان خارجی شده است که آنها شهروند خارجی هستند و از روی قانونگذاری تا 3 ماه اگر بود و باش داشته باشند در حدود جمهوری تاجیکستان، حتما که معلوماتنامه باید از وزارت کارهای داخلی با ما پیشکش کنند. ما میتوانیم که برای آنها کارت دهیم، یا که طبق طلبات کودکس انداز اگر آنها زیاده از 180 در حدود تاجیکستان باشند با این یا آن نماد صاحبکاری مشغول باشند، سپرنده انداز باشند، ما با آنها یعنی کارت بانکی داده میتونیم. در نظام نو پول استفاده آب و برق، انداز و جریمه و دیگر نوع خدمت‌رسانی‌ها غیر نقدی طریق کارت بانکی یا همیانی موبایلی پرداخت می شود. نه همه ساکنان برای گزارش به این نظام آماده اند. سیویاز که نقض باشد، مقصد هست شخصا خلق‌های که مقصد اوج سیویاز نیست، اینترنت نیست. اگه اینو را نمیدونیم، ما در شهر زندگی داریم، خوبه برای ما که مقصد چیز تلفن قطعی آنلاین نمی چیزا قطعی گذرونیم همین چیزا را. بله. در اون حالت وقتی می شود که صورت اینترنت نقض شود در تاجیکستان، من اصلا گیرم اگر نقدی میسپرم، وقتی که مثلا وزیری برق میاد چک میتید، من بردم چک در بانک پولش میسپرم. غیر نقدی اکنون می شود کمی وقت در کار برای که صورت اینترنت است. عین حال آماده نیست. رئیس امانت بانک ادعا دارد که توجه ساکنان به نظام پرداخت‌های غیر نقدی زیاد است، ولی دقیق نگفت که از شماره عمومی مشتریانشان چند درصدش از این نظام استفاده میبرند. مقامات باور دارند با گذاشتن به نظام غیر نقدی جلوی پرداخت‌های غیر قانونی حالت‌های فساد را میگیرند. فعلا معلوم نیست این نظام در تاجیکستان تا کجا موفق خواهد شد. санҷиши саводи омӯзгорони донишгоҳи давлатии Данғара боиси кам шудани шумори факултаҳо ва тағйироти дигар шуд. Ректори ин муассиса ки инак ним сол аст дар мақомаш кор мекунад, гуфт корро дар донишгоҳ аз диктанти матнии миёни омӯзгорони ҳама фанҳо шурӯъ кард, чун ба гуфташ бар асоси он мешавад ба сатҳи дониши муаллимон баҳо дод. диктанти баҳсбарангез боиси аз кор маҳрум шудани 70 муаллим шуд. маҳмудҷон раҳматзода гузориш медиҳад. раиси донишгоҳи Данғара дар чаҳорчӯби як иқдом барои баланд бардоштани саводу дониш аз устодон диктант гирифтааст. дар миёни ширкаткунандагон мудирони факултаҳо ва номзадҳои илм низ буданд. масъулини донишгоҳ бар ин назаранд ки гирифтани диктант ҳамчун василаи такмили ихтисос хидмат мекунад ва нишондиҳандаи дониш ё камбудии он нест. диктант ва дигар санҷишҳое ки мешавад ин як такмилдиҳӣ аст. چه بزرگان ما میگن که از گهواره تا به گور دانش آموز، در پیروی به همین سخنهای بزرگامون ما نمیتوانیم که تنها بعد از دیپلم گرفتن، پروفسور شدن، نامزد شدن گویم که دیگر به همین کار جنبست است. این اقدام باعث بحث و اختلاف نظرها میان کارشناسان و استادان شده است. منتقدان چنین تمرین را تحقیر برای آموزگاران عنواندار می‌دانند. آنها دیکتن را به عنوان یک تحوین و نه اقدام برای افزایش دانش و توانایی‌ها می‌دانند. این بار اول نیست که در دانشگاه‌های کشور از آموزگاران دیکتن گرفته می‌شود. در سال 2016 تمرین دیکتنتی مشابه در دانشگاه کلاب انجام شد. آن وقت رهبریت دانشگاه سطح دانشی 300 استاد را آموزش کرد. در نتیجه چندین معلم به دلیل درک دانش پایین از دانشگاه اخراج شدند.
аммо раиси донишгоҳи Данғара аз ихроҷ шудан ё нашудани омӯзгорон баъди гирифтани диктант чизе нагуфт. танҳо ишора кард ки худи омӯзгорон баҳои диктанташонро медонанд. фақат диктант яъне қабул шуд ё қабул нашуд, ҳама қабул шуд. ҳоло дар донишгоҳи Данғара беш аз 9000 донишҷӯ таҳсил мекунад. Шукрулло Хайрзода 6 моҳи пеш кори худро оғоз кард ва аз он замон тағйироти сохториро ба иҷро даровард. то омадани Хайрзода дар донишгоҳ 12 факулта фаъолият доштааст. ҳоло аз ин 12 факулта 5 тои он барҳам, 7 тои он фаъолият доранд. дар вақте ки таҷдиди сохтор кардем ва баъзе факултетҳое ки ба талаботи низомнома ҷавобгӯ набуд ба факултетҳои дигар муттаҳид кардем, яъне аз 12 хеле ки савол буд ба 5 факултет оварда расондем ва дар ҳамин ҷа интихоб ва ҷобаҷогузории кадрӣ шид. донишгоҳи Данғара соли 2012 дар заминаи донишгоҳи кишоварзии Тоҷикистон таъсис ёфтааст. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, Данғара. ва акнун аз Данғара меравем ба як ноҳияи дурдасти дигари вилояти Хатлон. дар ноҳияи Балҷувон ки сокинонаш аз камбуди нерӯи барқ азият мешаванд, ин мушкилро аз роҳи бунёди нерӯгоҳҳои барқи хурде ҳал карданд. як нерӯгоҳи худсохт эҳтиёҷи асосан то 10 хонаводаро ба барқ бароварда мекунад. ниёзи муҳими онҳо об аст ки ҳаракати муҳаррики тавлидкунандаи барқро таъмин мекунад. мулло Раҷаб Юсуфӣ аз чунин як намунаи гузориш медиҳад. در دهه‌های دور افتاده که از زمان بنیاد آنها خط برق نبود، این چرخه‌ها خانه‌ها را روشن می‌کنند. این نیروگاه خودساخته اگرچه ظرفیت محدودی دارد، می‌تواند برق تقریباً 10 خانواده را تأمین کند و به آنها امکان تماشای تلویزیون و روشنایی را می‌دهد. اما پخت و پز با استفاده از برق در حال حاضر به دلیل ظرفیت ناکافی نیروگاه امکان پذیر نیست. با زیاد شدن اهالی در این دهات دوردست، تعداد این گونه نیروگاه‌ها نیز رو به افزایش است. مردم دهه ریزغل در جماعت سریخاسار ناحیه بلجوان 10 سال اخیر از همین گونه نیروگاه خرد خودساخت استفاده میبرند. خود هست. این قشلوق دام ریزغل دام است. قشلوق بالا داره مزار نگن هست. پشتوا دام هست. همه قشلوق خود همین بیسوی مایده خرد. غیر گسی پشتوا با همون لوکمیشین در گسی کلونه رو. در جماعت دهات سریخاسار ناحیه بلجوان عبارت از 70,000 نفر تنها 700 خواجگی از برق شبکه‌های برق استفاده می‌کنند. باقی مانده وابسته به این نیروگاه‌های خودساخت هستند. با افزایش اهالی، تعداد نیروگاه‌های خودساخته تنها در دهات سریخاسار به 12 نیروگاه زیاد شده است. می‌بینیم از روی ثباتشون نسبت سال‌های پیشین باز برزیاد شده است. باز در جایی که مثلا کم منطقه‌ای که مثلا زیاده از 10 خواجگی 12 خواجگی یعنی که تا 30 خواجگی است، از حساب مثلا امو سهم‌های خودشون از حساب خودشون میگیرن میسوزند. ساکنان این دهه‌ها از پرداخت پول برق آزادند، ولی آنها اهمیت استفاده مسئولانه از برق را درک می‌کنند. وقتی که نیروگاه‌هایشان ویران می‌شود، تشبث تعمیر آنها را به دست می‌گیرند. همین گسی که می‌بینیم، روز دیدن شما این گسی همین خطکنی خمونه، همین مردم دهات کارگر برای همین سویت. فقط مودا این سویت چیز دادن نمی‌شود. مثلا پلتاو چیزای کلون زدن نمی‌شود، نه که تلویزیون مثلا روشنیمون هست. در این دهات تولید برق و تماشای برنامه‌های تلویزیونی از آب وابسته است. اگر آب باشد نیروگاه می‌تواند برق تولید کند، اما نبود آب ساکنان را بی برق می‌گذارد. گفته می‌شود که از جماعت سریخاسار تا دهه شهیدان که 50 کیلومتر راه دارد تا 2 سال آینده خط برق کشانده می‌شود. و یک خبر دیگر در امسال اول سال جاری کمیسیه اولی اتستاسیونی تاجیکستان با قبول سیر سال علمی پیشنهادی از سوی شوراهای علمی کشور پاسخی رد داده است. سنجش کامپیوتری آشکار کرده است که در متن برخی از رساله ها تنها 2% محصول فکری مؤلف بوده، 98% دیگر نسخه برداری شده است. این آمار در حالی است که دیسرنت یک پایگاه تحقیقاتی مستقل بار اول 5 سال پیش یک قطار عالمان و هم مقامات بلندپایه تاجیک را در اثردوزی متهم کرده بود. این بود تمام خبرگزاری‌های امروز. خبرهای بیشتر در سایت azadi.org.